کمیسیونا هفگرتنا نتوایی خشک براتی و دموکراسی که چارچوبه به واژه آشتی و جواکا دموکراتیک ده لترکیه هاتی آواکرن جه پنج ماه طباغ و خبات خواه دومینه. تاوی که ریبر عبدالله اوجلان پیشنگ و پیواجویه و تاوی که بانگن که تینه کرنجی که کمیسیون به هفدیتنه به ریبر عبدالله اوجلان را پیک بینه یانجلیه گهداری بکه حتی نها کمیسیون او یک نکریه. ایرو سروک پارلمانتوی ترکیه دبیجه هفدیتنا به ریبر عبدالله اوجلان را ده روژاوا کمیسیون ده تنیه. سروک مجلس ترکیه نومان کورتولموش دیار کرد که به واژه که حساس ددومه و دوی او بلز بکن داکو به واژه آشتی و جواکا دموکراتیک به انجام بده. کورتولموش دا زانین که دما او خبات دمشینن دوی ماف و رومتا کردان و حساسیت و رومتا ترکانجی ده برچاوان را وره گرتن. سروک مجلس ترکیه دست نشان کرد که هیجی هفدیتنا به ریبر عبدالله اوجلان را در روژاوا کمیسیون ده تنه و گوت گربکه و روژاوه و کمیسیون بریاره بده. هر وها دیار کرد که کمیسیون و درباره پیدوین پیواجوی و گاوین که بین آویتن ده راپور پیشکشی پارلمانتوی بکه دا که دمک کرده قانون پیوندیدار بین درخستن. درباره خبات دستور که بنگهین یا نودجی کورتولموش دبیجه ترکیه ایدی نکاره به دستور هایی وره بریوه برن و دوی دست به پیواجوی که آوا کرنا دستور که نو وره کرن.